آی کفترباز خدا قوت، صبح شما بخیر. خسته نباشه. سلامت باشه. صبح شما بخیر. حال شما خوبه؟ شاگوی کی آمده؟ ما 1 ساعت میشه زرش میچینه. از گفته بغلیو خدمت کمک کنه. زرش میچینه یو. زرش دیگه الان وقت زرش میچینه. بله. نانه شما اینا ایشالا را چنده از صبح ایشالا از دیشب از امروز چنده هم انشالله ببره. خب ماشین شما رو تالار اندازیم که خوش بشه. خیلی خوب. وقت زرشچینی دوستان. بله. بعد جریان چیه اون سال به چه اینا چنی گرگ زرش کن؟ اینا سر آب نخورده، بعد یک مقدار عیب کرده، گرما سرما بادا، باز خیلی امسال زیاد بود شلوات، خیلی زرد. هنوز شکر خدا، هنوز همادرم نعمت خداوند، شکر خدا، از داده خداوند پشیمون نشه، شکر خدا. بعد خداوند شاکر باشین که هنوز همیقت روزی ره خدا حواله ما کرده داده، شکر خدا. پسر جان بعد اینا خود به چه خولچی نمیکنه، خود شاخه میچینه، پفکی ایجوری پفکی میشه خود شاخه. پفکی با همیش قیچی مغلات میکنن، خود شاخه ها برن روی کوبس میکنن که خوش میشه، پفکی میشه. و بعد از او هم اینا اگر چوب دلمش کم پاره میشه، درخت عیب میکنه. هدف اینجا فقط همینه که اینا بعد هر سال یه سال دمیو مغلاست که یه سال دیگه که اگر مسئول نده، سال دیگه انشالله باز تلافی با میکنه. در برابر زرشمون اگر سال ما بود آب فلان بود، این جوریه. خیلی خوب. سلامتی باشه انشالله. این دیگه الان چنین لیست کرده مثل مرغا پرکنده شده دیگه برای سال دیگه خود مسازه. باز با آینده زنده باشه، باز نه ترکه نو که بده بونه، باز زرش میکنه. خیلی خوب. این خود دیگه چنو لیست کرده که سال دیگه زرش نخواه که. یعنی مثل گوسفند دیگه بریم میکنن اینجوری دیگه همه کمی صاف کرده. خیلی خوب. سلامتی باشه. اینا خود دیگه هنو تخت زرش که نه چندان اینا رو زرش که خوشینه یه اینا، زرش که درجه 1. جنس نگاه مرغوب در حد 20 زرش. این دونبندی اینجا عالیه. 20 حرف نداره این زرش. تو منطقه خراسان زرش که فقط خراسان جنوبی تکه.